الرحمن الرحیم. تذکر به وزیر راه و شهرسازی: تأمین اعتبارات لازم برای تحرک بخشی بیشتر به احداث جاده زنجان به دندی و زنجان به ایجور و بیجار و جاده های خاکی شهرستان، اجرای روکش برای مسیرهای قلعه‌چای به پری، دندی به تکاب، ماهنشان زنجان و همچنین مسیرهای فرعی زرین‌آباد، بیتکینه و شهرک و سعیدآباد و گلابون و نظم شیخان و ایجرود بالا و حلب به سائیم و مسیر چسب. تذکر به وزیر کشور: جناب آقای وزیر، برای ارتقاء منطقه اوریاد به بخش اوریاد به مرکز پری مطالعات تکمیلی را به اتمام برسانید. ما منتظر اعلام نتیجه از سوی وزارت محترم کشور هستیم. لطفاً تسریع نمایید. درخواست از وزیر بهداشت: پزشکان و پیراپزشکان و پرسنل خدوم بهداشت برای ماندگاری در مناطق محروم به خصوص شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود منتظر اعلام شاخص مناطق محروم در احکام کارگزینی هستند.